اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یک رویکرد مهم در طرحریزی استراتژیک در مناسبات اجتماعی و نظام سازی ها مسئله مهم مناسبت جنس هاست. نگاه جنسیتی به پیکره اجتماع یه دغدغه است، دغدغه‌ای که خیلی از فیلسوفان، جامعه شناسان، استادان سیاست و محافل روشنفکری داشتن و دارن. اگر قرار شد که جامعه ای رو طراحی کنیم، اون جامعه بالاخره متشکل از افرادی است، متشکل از انسان‌هایی است، متشکل از آحاد اون اجتماع و اون آحاد رو بایستی برجسته کرد در نوع طرحریزی. یک بار در رویکرد انسان مدار به خود انسان توجه میکنیم، مبنای طرحریزی قرار میدیم. یک بار مبنای طرحریزی استراتژیک و جامعه سازی مناسبات دو جنس در واقع مخالف هست. پس خیلی ساده رویکرد کلب مدار یا اون چیزی که غربی‌ها بهش میگن به اصطلاح فامیلی اپروچ، ماهیتش ماهیتی است که تلقی و انگاره اصلی اون تنظیم مناسبات جنس‌های مختلف. این اتفاق هم طبیعی است که در این حوزه میفته. بخشی که در علوم اجتماعی مطالعات خانواده رو در این حوزه ها دنبال میکنه و صورت میده، این بخش مترصد این هست که تنظیم روابط خانواده رو شکل بده و نظام اجتماعی رو از حیث خانواده یا فامیل مطالعه کنه. طراحی استراتژی خودش با وجودی که کلنگری داره، اما ورودش به خیلی از این حوزه ها به مثابه اینه که شما از یک راه به قله میرسید. یک قله‌ای مثل قله اورست وقتی کوهنوردا میخوان عازم بشن، اصطلاحاً بهش میگن حمله میکنن بهش. اصطلاحی که کوهنوردا اونجا به کار میبرن تک و حمله‌ای که میکنن که برن تا به بالا برسن، از یالها و از دره‌ها و شیارهای مختلف شروع میکنن. مطالعه میکنن 5 تا 6 تا 10 تا 15 تا 5 تا راه متفاوت رو انتخاب میکنن از کدوم یکی برسن به اون قله. از این جهت بهش میگن خط حمله در کوهنوردی. از کدوم موضع حمله کنن و برن تا برسن به اون قله. ما وقتی از رویکردهای مختلف در طرحریزی استراتژیک استفاده میکنیم، هدف و نیتمون اینه که در نهایت برسیم به اون قله، یعنی جامعه رو طراحی کنیم. اما برای طراحی جامعه یه محدودیتی وجود داره. یا ما از راه الف باید بریم، یا از راه ب، یا از راه جیم، یا از راه دال. این که کدوم راه مناسب رو انتخاب کنیم و کدوم راه مناسب تره، خود این نیاز به این داره که ما اول اشراف داشته باشیم به راه‌های مختلف. لذا رویکردهای مختلف در طرحریزی استراتژیک راه‌های حمله به این ارتفاعات و قله برای رسیدن به اون سطح متعالی است. باید ببینیم کدوم راه کوتاه‌تر برای ما، هزینه‌اش مناسب‌تر و بهتره و ضریب دقت بالاتری برای هدف ما داره. گاهی اوقات مجبور میشید از 5 تا 6 تا 10 تا راه متفاوت استفاده کنید تا بتونید یک چنین طرحریزی جامعه‌ای رو صورت بدید.
یک بار ممکنه از کمر مسیر وارد بشید. مثلا بیاید به جای اینکه خود انسان رو مطالعه کنید، طراحی کنید، به جای اینکه سیستم رو طراحی کنید، به جای اینکه اجتماع رو طراحی کنید، به جای اینکه تحول گرا باشید، به جای اینکه از رویکرد امنیتی استفاده کنید، به جای اینکه از قدرت و گزاره‌های قدرت بهره ببرید، ممکنه یک بار شما نوع جامعه سازی رو از خانواده شروع میکنید. این تنوع و تمایز رو بهش میگیم گیتوی، خط مشی. شما به تعداد رویکردهایی که در اختیار دارید خط مشی دارید. یعنی هر چند تا رویکردی که میتونید انتخاب کنید، هر چند تا اپروچی که میتونید انتخاب کنید، هر کدومش یه دونه گیتویه، یه دونه خط مشیه. میگن که اگر نفر اول بود، مسئول بود، میخواست انتخاب کنه، اپروچ اول رو انتخاب میکرد، رویکرد اول رو انتخاب میکرد، میگفت من از مطالعه انسان شروع میکنم بعد جامعه رو میسازم. اگر نفر پنجم انتخاب میکرد، اون میگفت من از رویکرد مثلا سیستم ها شروع میکنم، جامعه رو میسازم. هر کس یه جور انتخاب میکنه. این یک جور انتخاب کردن اسمش گیتویه، خط مشیه. حالا فرض میگیریم خط مشی ما اینه که ما برای ساختن جامعه ایران و امروز بایستی از خانواده شروع کنیم. مبنای طرح‌ریزیمون رو بذاریم رویکرد خانواده و خانواده مدار یا کلبه مدار. البته در همه مواردی که تا حالا درس دادیم و احتمالاً جلسات دیگه هم فرصت بشه بقیه رو درس بدیم، یک نکته موضوعیت داره. اونم اینه که تقریباً تمام رویکردها امروز مناسب ایران امروزه، با شدت و ضعف‌هایی. چاره‌ای نداریم. یعنی یک سری عقب ماندگی‌ها تو جامعه‌مون هست، یک سری مسائل و مشکلاتی از گذشته هست. به دلیل رشد پرشتابی هم که در طول سالهای گذشته کشور داشته، یک اقتضاعاتی الان داره به وجود میاد و موضوعیت پیدا میکنه که در هر صورت ما بایستی بریم به سمت این که از ظرفیت‌های متفاوت طراحی استراتژی برای ارتقای جامعه استفاده کنیم. اما حالا فرض میگیریم که یک مدل فقط الان مد نظر جامعه ما باشه. ما جامعه‌مون جامعه به شدت جوانیه. این جامعه عمیقاً جوان که یکی از جوانترین جوامع روی کره زمین هست مشکل مناسبات جنسیتی رو داره، امکان ازدواج محدوده، کمه، مسئله اشتغال، مسکن، مواردی از این دست معضل، پاسخ بهش داده نشده و سرعت کاهش جمعیت هم در کشور به طرز وحشتناکی بالاست و الان به زیر در واقع 2 رسیده، حدود 1.3 تا 1.5 هست و این خیلی خطرناکه برای یک نظام تمدنی و نظام اجتماعی که اینقدر رشد جمعیتش کاهش پیدا کنه یک باره و مواردی از این دست. خب ما در بحث‌های طرح‌ریزی استراتژیک عموما نگاهمون به طور متوسط بالای 25 سال دیگه. یک دفعه ما داریم بالای 25 سال رو می‌بینیم. الان جامعه با این وضع ازدواج و زاد و ولد و سن بالای ازدواج و مشکلاتی که داره، ما 25 سال دیگه حتماً با مشکل روبرو هستیم و حتماً مشکل خواهیم داشت. خب دوستانی که مجرداً دارن میخندن، معلوم میشه که منشأ مشکل اونان، به خصوص که سنشون هم بالا رفته باشه. اون چیزی که عینیت داره اینه که ما روی کرده طرح‌ریزی استراتژیک رو اگر مدل خانواده گرفت، اگر از خانواده مداری گرفتیم و مناسبات بین در واقع افراد، نوع طرح‌ریزیمون متفاوت میشه. جلسه گذشته در بحث تحول دیدید که عنصر اصلی و مقوم طرح‌ریزی استراتژیک پویایی بود. میگفتیم یک موجود مرده که تحول نداره، مثلا موجود مرده چون حال نداره، حیات نداره، حال نداره پس تحول نداره. وقتی حیات نداره یعنی زنده نیست، پس حال نداره. حال ماضی و مضارع، یعنی نه آینده داره، نه گذشته داره، نه حال داره. این حالش مترتب نیست. خب یه گذشته‌ای داره که زنده بوده، الان که مرده، آینده دیگه هیچ. ادامه این بحثش به سمت آینده مترتب بر یک حالی نیست، از گذشته به آینده است.
مرده. متغیر اصلیمون شد مفهومی بسیار بسیار مهم به نام حیات. پس جامعه وقتی زنده هست امکان تحول داره، انسان وقتی زنده هست امکان تحول داره. انسان زنده‌ای که متحول میشه و جامعه زنده‌ای که متحول میشه اصل پویایی رو برمیتابه، حرکت و پویایی. تمام شد. این شد مسئله گزاره اصلی در اون رو کرد. وقتی خواستید شما طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر انگاره تحول گرا کنید نگاهتون به حیات جامعه هست، نگاهتون به پویایی جامعه هست. اینجا در بحث خانواده و کلبه مداری یک دفعه احساس میکنید جامعه عقب ماندگی هایی در این حیث داره. جامعه ضربه خورده، نه بابت اینکه سیستم نداره، نه بابت اینکه در واقع امنیتش ملاحظه نشده، نه بابت اینکه فرض کنید قدرت مداری برتافته نشده و گزینه‌های از این دست، بلکه بابت اینکه جامعه داره نابود میشه، بابت اینکه مسئله خانواده درش رقم نخورده، مناسبات فامیلی داره روز به روز تنک‌تر، سبکتر و بی اهمیت تر میشه، افراد روز به روز دارن منفردتر میشوند. اونجا ضرورت پیدا میکنه که طرح‌ریزی استراتژیک بره به سمت خانواده محوری، یعنی گیتوی و خط مشی جامعه این بشه که جامعه سازی رو از خانواده شروع کنه، یعنی سعی کنه با ایجاد خانواده جامعه رو بسازه. نمره‌ای که به خودش میده، معیاری که برای خودش میسنجه اینه که چه تعداد خانواده شکل گرفت، چه تعداد خانواده کمتر متلاشی شد. این آمار بالای طلاق یعنی خانواده متلاشی شد و آمار بالای ازدواج یعنی هسته های شکل گرفت. برای این منظور شناخت این مناسبات در طول تاریخ بشری ضروریه. اولا اساس شکلگیری خانواده روی مسئله زوجیت، این اصل اساسیه. این زوجیت امروز در جوامع لیبرالی زوجیت صرفاً زوجیت دو جنس مخالف نیست. امروز خانواده های شکل میگیره در غرب که این خانواده ها از جنس موافقه، یعنی جوامع مدرن امروز قبول کردن که ازدواج همجنس گرایان و همجنس بازها هم تشکیل خانواده میتونه محسوب بشه. در مورد جنس های مخالف هم که دیگه تشکیل خانواده مطرح نیست و به سمت کوهابیشن میرن، آرام آرام رفتن به سمت همباشی. این با هم بودن و کنار هم بودن رو اسمشو میگذارن خانواده. پس یک بازنگری باید دوباره بشر در مورد روابط افراد و تعریف و تشکیل خانواده صورت بده. نگاه فطری که وجود داره اینه، در نگاه فطری دو جنس مخالف کنار هم دیگه. آنچه که در آیه 20 سوره روم میاد، اون قید لتسکنو که میاره، مسئله اصلی و اساسیش اینه که از وقتی مسئله ازدواج رقم میخوره، اون سکینه قلبی، اون لتسکنو که ایجاد میشه برای این نکته است که به تبعش مودتا و رحمت و مودت شکل میگیره. ما میخوایم جامعه ملات رحمتش بره بالا، جامعه ملات مودتش ارتقا پیدا کنه، برجسته بشه. هر قدر بخوایم جامعه رحمت و مودت بیشتری درش باشه، کارخونی تولید مودت و رحمت توی خونه است، توی ازدواج. الان میگیم که مثلا تولید سوخت هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، برق، مواردی از این دست تولید کنیم. انرژی محوریم، لذا کمبود انرژی داریم، کمبود آب شرب داریم، کمبود تکنولوژی و صنعت داریم. یه فکری میکنیم در طراحی استراتژیک، میایم یه سری کارخونه و امکانات براش ایجاد میکنیم، تأسیسات و نیروگاه ایجاد میکنیم، این تولید بشه. در این رویکرد شما میاد میبینید که جامعه درش رحمت کمه، مودت کمه. خب ما چیکار کنیم مودت در جامعه زیاد بشه؟
چیکار کنیم که در جامعه رحمت زیاد بشه؟ کارخونه تولید رحمت چیه؟ کارخونه تولید مودت چیه؟ خانواده است. هر چی خانواده بیشتر شکل بگیره، مودت بیشتر شکل میگیره، بیشتر عینیت پیدا میکنه. هر قدر خانواده کمتر باشه، یعنی سن ازدواج بره بالا، ازدواج هم که صورت میگیره زود متلاشی بشه و به طلاق بیانجامه، نکاتی از این دست شکل بگیره، در واقع امکان باز تولید مودت و رحمت کاهش پیدا کرده. حالا یه اصطلاحاتی داریم به نام GNP، بعد مسائل مثل درآمد ناخالص ملی و نکاتی از این دست، GDP. این معیارهای مادی که برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی سنجش میشه در اقتصاد سنجی و محاسبه میکنیم ابعاد مادی رو، در یک جامعه معناگرا و معنوی میزان باز تولید انگاره های از این دست مطرحه. ما چطوری محاسبه کنیم که مثلا رحمت و مودت الان زیاد شد یا کم شد؟ اینو چطوری کمیش کنیم؟ این نکته مهمیه. خب ما هر قدر سن ازدواج کاهش بدیم، هر قدر امکان تولید تشکیل خانواده رو ببریم بالا، بالاخره وقتی دو نفر به هم علاقه‌مند میشن و با هم زندگی میکنن و ازدواج میکنن، بینشون مودتی وجود داره، هرچند یه جایی استحکاک و زد و خوردم ممکنه به وجود بیاد. بعد وقتی بچه دار میشن، بالاخره محبت این فرزند به والدینش و محبت والدین به فرزند چیزی تولید کرده، اون اسمش رحمت و مودت. حالا فکر کنید یه آقا و خانومی ازدواج نکرده باشن، از کنار خیابون دارن رد میشن، به هم همینجوری نگاه میکنن، محبتی هم به هم ندارن. ممکنه کشش های جنسی موجب بشه که لحظه‌ای به هم توجه کنن، اما از موضع مودت و رحمت نیست. دو تا آدم، یکی داره سر سفره پدر مادر خودش غذا میخوره و یکی هم داره سر سفره پدر مادر خودش ارتزاق میکنه، زندگی میکنه، اما ما از کنار هم قرار ندادن این دو نفر نتونستیم تولید محبت و تولید رأفت و تولید رحمت و تولید مودت کنیم. محاسبه نکردیم که وقتی تلاش کنیم برای تشکیل خانواده در سنین جوانی بین جوانان و افراد جوان جامعه، در واقع کارخونه های تولید رحمت و مودت رو ارتقا دادیم. در واقع از این نکته میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر مثلا در رویکرد قبلی، رویکرد تحولگرا، عنصر اساسی پویایی بود و حیات بود، موجود زنده فقط تحول برمیتابه و گزاره اصلی تحولم پویاییه، داینامیک بودنه، اساس رویکردی که از اساس رحمت و مودت رو در جامعه به تعبیر قرآن ایجاد میکنه، مبتنی بر اون آیه، رویکرد کلبه مدار. در واقع اگر به عنوان استراتژیست احساس کردید که جامعهتون یک خلایی داره و اون خلا همه چی داره، مثلا ببینید الان یک جامعه مثل شهر لس آنجلس همه چیز داره، انگار سیستمی داره، مثلا امنیت داره، سازوکارهای قدرت درش مترتب هست، فرض کنیم همه گزاره ها رو داره، به عنوان یه موجود زنده هی مدام داره باز تولید میکنه خودش رو، تحول داره، اما میبینید درش رحمت و مودت نیست. فقدان رحمت و مودت معناش اینه که اون جامعه در میان مدت متلاشی میشه. جامعه خشکه، خنکه، عمق نداره، عمق عاطفی نداره، عمق محبت و مودت نداره. معیار تولید مودت و رحمت این نکته است. میفرماد که رحم کنید به هم دیگه تا خدا به شما رحم کنه. خب ما وقتی رحمت ایجاد نمی کنیم، رحمت تولید نمی کنیم، نگاه محبت آمیز یک مردی به همسرش، نگاه محبت آمیز یک خانومی به همسرش، نگاه محبت آمیز یک پدر و مادر به بچهشون، خب اونجایی که خیلی عبادت بزرگی محسوب میشه اینه که یه بچه به والدینش نگاه محبت آمیز کنه. اونجایی که خیلی خدا ناراحت میشه زمانیه که یک فرزندی به والدینش اف میگه،
نه دیگه حالا توهین های بالاتر نه ها، در حد یک اف، بی احترامی به والدینش میکنه. خب ببینید اسلامی که معیارش اینه که خدا ناراحت میشه وقتی کودکی، نوجوانی، جوانی به پدر و مادر خودش در حد یک اف اونها رو میرنجونه و ناراحت میکنه، چنین دین و مذهبی تمرکزش روی تولید رحمت و مودت. خب ما چطوری این تولید رحمت و مودت رو سطحش رو محاسبه کنیم در بحث‌های اقتصاد سنجی؟ حالا بیایم در مودت سنجی و رحمت سنجی مشخص کنیم. ما مشکل داریم امروز تو جامعه ما هم داریم 4 نعل به سمت کاری که غربی ها انجام دادن میریم. اونم اینه که داریم یک اجتماع بی روح میسازیم که مناسبات رو نه روابط عاطفی که روابط طبیعی شکل میدن، روابط غریزی شکل میدن. به بیان صحیح‌تر اگر دلیل کنار هم قرار گرفتن یک زن و مرد بعد غریزی صرف بود، نمیگم بعد غریزی رو نباید دید، بعد غریزی صرف بود، همون بعد حیوانی، بعد بهیمی، اینجا جامعه یک جامعه غریزیه از در مناسبات غریزی. اما اگر کنار هم قرار گرفتن افراد مبتنی بر انگاره‌های فطریشون بود و فطرت انسان تشنه رأفت و محبت و رحمت، چنین گزاره موضوعیت داشت، خب طبیعی است که افراد به خاطر این کنار هم قرار میگیرن که رحمت بیشتر و مودت بیشتری موضوعیت داشته باشه. ممکنه پا به سن که میذارن یواش یواش از زیبایی بیفته اون خانوم، اون آقا به همین نسبت، ولی دیگه مسئلهشون که مسئله غریزی نیست. هر چی میرن جلوتر، حالا برخی معتقدن به هم عادت میکنن، ولی واقعش اینه که اسمش عادت نیست، یعنی به هم عادت نمیکنن، همدیگه رو یعنی عادت میکنن که کنار هم باشن. اینطوری نیست. رحمت، مودت، یعنی اون چیزی که اینا رو کنار هم نگه میداره دیگه مسائل غریزی نیست، مسائل عاطفی شونه، اون مناسبات مودتشونه. حالا اگر اومدیم از یه جامعه ای این مناسبات رو گرفتیم، مودت رو گرفتیم، رحمت رو حذف کردیم، وقتی بین خودمون رحم نبود و رحمتی نبود، خب خدا هم به اون جامعه رحم نمیکنه، رحم نمیکنه، بی‌تعارف. مودت رو نمیتونیم بخریم، مودت رو حکومت نمیتونه ایجاد کنه، مودت وارداتی نیست، نمیشه از جایی واردش کرد. مکانیزم تولید مودت تشکیل خانواده است. خب این سازوکارهای خاص خودش رو داره. این متغیر اصلی طرح‌ریزی در رویکرد کلبه مدار. پس ما قصدمون اینه که برسیم به اون قله در اورست. 10 راه داریم برای اینکه بتونیم برسیم به اون قله. اینکه تشخیص بدیم از کدوم راه بریم میشه گیت وی، میشه خط مشی. در این مسیر رویکردهای مختلفی وجود داره. باید ببینیم کدوم نیاز امروز جامعه هست، کدوم مناسب تره که از اون مسیر حرکت و صعود به اصطلاح شروع بشه و صورت بگیره. یکی از این مسیرها مسیر خانواده مداریه. در طرح‌ریزی استراتژیک اپروچ و رویکردی که شما انتخاب میکنید این خواهد بود که شما کلبه مدار باشید. جامعه‌ای که میسازید از هسته کلبه شروع کنید، یک زن و مرد رو در زیر سقف کلبه در نظر بگیرید و همه مناسبات سیستم رو به اون منتج کنید. مثلا برقی که میاد پشت در اون خونه، لوله آب، گاز، انشعاب تلفن و موارد از این دست. آدرس داشته باشن، افراد نام و نشانی داشته باشن. درست امروز موبایل اومده دیگه نیاز نیست شما زمین گیر بشید به خاطر تلفنی که خطش کشیده شده تا منزل شما. این انسان رو سیالتر و سیارتر و به مثابه لاک پشت و حلزون منفرد و خانه به دوش میکنه. هر کجا باشم. این شعاری بود که توی تبلیغ یکی از این موبایل ها بود. انسان هر کجا بود، انسان آسمون جل
که هر کجا بود، تلفنش، سازوکارهای دیگرش، هویت مکانی و محیطی و استقرار این چنینی نداشته باشه. اون لتسکنویی که بارها گفتم در این آیه میاد که وقتی ازدواج صورت میگیره در اون زوجیت لتسکنو رقم میخوره. لتسکنو کلمه سکونت، شما میگید طرف ساکنه، سکونت پیدا کرده. مسکن، ساکن، سکونت، تسکین، تمام اینا از خانواده اون لتسکنوه. پس ازدواج و قواعد زوجیت یه ویژگیش اینه که انسان ساکن میشه، سکونت پیدا میکنه، مسکن اختیار میکنه، تسکین پیدا میکنه، سکینه و این آرامشی که به وجود میاد یک بخشش اینه. یه بخشش هم که اشاره کردم به مثابه همین که عرب چاقو رو اسکن مینامه، که وقتی شتر رو سرش رو میبرند اون آروم میگیره، یعنی اون کاری که اون چاقو انجام میده آرام میکنه یک جانداری رو، یعنی در واقع بیجانش میکنه. یک بخش ارزش دیگه، یعنی یک زاویه دیگه نگاه کلمه لتسکنو اینه که اون قوای درونی انسان و اون التهابات و هیجانات رو آرام میکنه، در واقع ساکن میکنه، تسکین میکنه و فرو میشونه. در واقع وقتی یه جامعه‌ای مجردش زیاده، ازدواج نکرده هاش زیادن، نه تنها مودت درش کمه، نه تنها رحمت اونجوری که قرآن گفته درش کمه، بلکه لتسکنو درش وجود نداره. یعنی یک بخشش اینه که بگیم این آدما هنوز ازدواج نکردن، ساکن بشن، یه آپارتمانی براشون به اسمشون شناخته بشه، بگیم آقا آدرس نشانی و جایی که این هست اینه. یه بخش مهمترش اینه که بگیم اینا هیجاناتشون هیجاناتشون هیچ جوری فروکش نمیکنه. این هیجانی که در اینا هست لتسکنو درش موضوعیت نداره. شتر هیجان و شهوت انسان با اون در واقع اون چاقو و اون اسکن به یک لتسکنو نرسیده که در واقع آرام بشه. پس این جامعه ملتهبه. اولا ملتهبه، ثانیاً رحمت درش نیست، ثالثاً مودت موضوعیت نداره. پس بفرمایید هیچ. حالا بگید آقا ما انرژی‌های مدل فلان رو تولید کردیم، بفرمایید که ما حجم عظیمی از سازوکارها رو باز تولید کردیم و داریم. تمام این نکاتی که آوردیم و برای یک نظام تمدنی کنار هم چیدیم، مادامی که آدما درش لتسکنو ندارن و به لتسکنو نرسیدن، ما به نتیجه در تنظیم مناسبات اجتماعی و نظام در جامعه سازی نرسیدیم. با چنین وضعیتی متغیری که در روی کرده کل به مدار مطرحه، متغیر چینش افراد از حیث جنسیت مخالف و متفاوت زیر یک سقف، برای اینکه از اون هسته، از اون جای مطمئن شروع کنیم و بسط بدیم همه چیز رو. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آگاهانه آمده، به طور هوشمندانه‌ای در طول چند سال گذشته توسط رهبران نظام مورد توجه قرار گرفته این موضوع، و خوبه که نسل بعد هم حواسش باشه که یک نقش ملی داره، نقش میهنی داره، نقش سراسری داره، یک نقش شرعی داره، یک نقش فردی داره. در نقش فردی ارتقاء انسان به ازدواجه، در نقش شخصی و در نقش ملی میهنی و شرعی در سطح اجتماعی هم باید بدونن دوستان که نقششون چیه. یعنی خیلی وقتا افراد فردی کوتاهی میکنن، اما این کوتاهیشون تبعات میهنی داره، تبعات مناسبات اجتماعی داره، و ما از این حیث بایستی بازنگری کنیم در بعضی رفتارهایی که صورت گرفت. حالا مسئله ما مسئله اجتماع روز نیست که بخوام نسخه برای اون بپیچیم. ما داریم طرح‌ریزی استراتژیک رو رویکرده رو درس میدیم که یک استراتژیست چطور به جامعه نگاه میکنه، از کدوم حوزه وارد میشه که به اون قله برسه و اون مشکلات رو بحث کنه، مرتفع کنه. ما مشکلی که امروز و آینده جامعه‌مون باهاش روبرو هست، مشکل در واقع
تنک شدن و سبک شدن خانواده است. خانواده 3-4 تا گزاره اصلی داره. گزاره اصلیش و اولش اینه که نیاز افراد از نظر جنسی به همدیگه چطوریه. این نیاز رو با کمال تأسف در همه حوزه‌ها و مکاتب غریزی تعریف میکنن. 2 رویکرد اصلی براش دارن در مطالعات خانواده. مطالعات خانواده یا مونوگامی رو برمیتابه یا پلیگامی رو. این که تک همسری باشه یا چند همسری. تک همسری و چند همسری رو به طور جدی رویکرد و جهتگیریشون مسائل غریزیه. این در واقع مونوگامی یا پلیگامی بودن هم در ژاپن در منتهی علیه شرق کره زمین، هم در آمریکا در منتهی علیه غرب کره زمین موضوعیت داره. این بخش در اسلام هم مورد مطالعه قرار گرفته. اسلام هم ابعاد مونوگامی داره، هم ابعاد پلیگامی، هم مسئله تک همسری در اسلام مطرحه، هم چند همسری. یکی از مسائلی است که گزاره‌های کلیدی مطالعات خانواده در طرح‌ریزی استراتژیک محسوب میشه و هم در مطالعات اجتماعی. اما به مقوله تک همسری و چند همسری عمدتاً از بعد غریزی نگاه میشه، از بعد رحمت و مودت نگاه نشده، چون رحمت و مودت بین 2 تا تک زوج قوی تر و جدی تر موضوعیت پیدا میکنه. لذا اساساً چند همسری مسئله خیلی ممدوحی نیست، مسئله نیست که بگیم آقا خیلی ستایش شده. در بعد غریزی شاید کسی بتونه براش خیلی فلسفه ببافه. از حیث غریزی ممکنه مثلا اشتهای جنسی رو هر کسی بتونه براش کلی معیار تعریف کنه، بگه خیلی 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 امکان پذیره. اما از حیث گزاره مودت و رحمت و از حیث لتسکنو، واقعیت قضیه اینه که چنین ادعایی نمیشه داشت و اساساً وقتی مودت و رحمت بین یک زوج شکل میگیره اساساً بی‌معنی میشه گزاره‌های تعدد و تکثر زوجات. باز مگر یک نگاه‌هایی باشه، نگاهی که خب پیامبر جلیل القدر اسلام داشتن، مسئلهشون مسئله مناسبات غریزی و جنسی نبود و مسائل این چنینی، بلکه کارویژه مورد نظرشون اون وضعیتی که در جنگ ها رخ میداد، زنان بی سرپرست. خب عمده همسران ایشون هم که میدونید حدود 7-8 تاشون اصلا کلا سنشون از حضرت بالاتر بود، همه مسن بودن. در مورد بقیه هم باز همینطوره. مناسبات امروز و زندگی اجتماعی امروز که اساساً کمتر اون مسائل موضوعیت داره و تقریباً نسبت جمعیت زن و مرد با هم دیگه مناسبه و برابره، این رو که اصلا کمتر دیگه ضرورتش رو نشون میده. اما در مجموع اگر متغیر مورد نظر در چینش جنس ها کنار هم دیگه رحمت و مودت و لتسکنوه که در واقع مونوگامی و تک همسری موضوعیت داره. اما وقتی میره سراغ مسائل غریزی، بله همه دنیا سراغ پلیگامی میرن، حتی اونایی که ادعا دارن دنبال مونوگامی هستن. یک نکته پس شد این منتهاش کارکرد اولی برجسته است، نه کارکرد دومی. امروز در طرح‌ریزی استراتژیک مسئله مهم ترافیک زنان و دختران برای تجارت در واقع فحشا با کمال تأسف بعد از تجارت اسلحه و تجارت مواد مخدر سومین تجارت کلان در حوزه پولشویی محسوب میشه و در حوزه جابجایی عظیم ثروت در سراسر جهان. این نکته مبین یک مسئله است که همون نقشی که اسلحه در تمدن سازی داره با اون ثروت عظیمی که جابجا میکنه، همون نقشی که مواد مخدر در نابودی مناسبات اجتماعی داره، همون نقش رو امروز غریزی تعریف کردن جنس ها کنار هم داره پیدا میکنه. یعنی این عامل که باید زمینه رحمت و مودت باشه، میدونید که هر کجا رحمت و مودت بود خیر و صلاحه، هر کجا رحمت و مودت کم شد حتما فساده. تکرار میکنم،
هر کجا رحمت بود، مودت بود، خیر و صلاحه، حقیقته. هر کجا برعکسش بود، باطله، پس فساده. خب وقتی این اتفاق میفته و جامعه دچار فساد میشه، یعنی رحمت و مودت درش کم میشه، حالا هی میبینیم افراد کنار هم چیده شدن. یک صحنه بسیار تکان دهنده روبروی فرهنگسرای ارسباران هست. دوستانی که کلاسای دوشنبه رو میان، یه صفی جلوی فرهنگسرای ارسباران میبینید اون دست خیابون کشیده شده. یه کمپانی دست دهم سوئد میاد اینجا به شکل هرمی از طریق اینترنت مواد آرایشی و لوازم آرایشی رو میفروشه. زنان و مردانی ثبت نام اینترنتی میکنن تو اون مکانیزم هرمی، میان اونجا سر صف می ایستن تا بتونن در واقع نوبتشون بشه برن اون پروفرم ها و موارد دیگر رو پر کنن و بعد کالاهایی بگیرن، بعد اینا ببرن توزیع کنن تو سازوکارهای هرمی. نه اینکه اینا مصرف کننده انا، خوب دقت کنید، اینا مصرف کننده نیستن. اینها کسانی هستن که این مواد رو میگیرن میبرن میفروشن و خودشون توزیع کننده. حالا اینکه اینقدر مصرف بالاست که توزیع کننده ها باید بیان سر صف ایستن، خب این خیلی فاجعه است. یعنی اینکه افراد احساس میکنن باید بزک کنن، خودشون آرایش کنن تا مقبول خاص و عام بشن و کنار هم دیگه قرار بگیرن، این شده یک اصل در یک جامعه مثل جامعه ما که از تریبون‌های رسمی و منبرها و کلاس‌ها و گزاره‌های دیگه مدام دعوت به تقوا صورت میگیره. افراد آرایش که میکنن، بالاترین مصرف مواد آرایشی رو که دارن، رکوردش رو، تمام این موارد هم هست، کنار هم قرار میگیرن، اما دارن به یک نیاز غریزی پاسخ میدن، نه به یک نیاز فطری. خوب دقت کنید، منحرف شده مسئله. من اصلا مثلا مفاسد اخلاقی و مناسبات اجتماعی و بحث‌های فرهنگی نیست، من دارم در این کلاس استراتژی درس میدم. ببینید، میخوام بگم اجتماع رو وقتی خوب میخواید تنظیم کنید، مناسباتش رو بچینید، متغیرهای مختلف در رویکردهای مختلف رو باید بدانید. اینجا مسئله ما یک نکته کلیدیه. اون نکته کلیدی هم اینه که دو تا جنس مخالف داریم، اینا رو یک بار کنار هم قرار میدیم. از حیث غریزی این هیچ وقت سیری نداره، مدام هم باید مواد آرایشی و بهداشتی و غیر و ذالک بیاری اونجا هزینه کنی، تزریق کنی، تمامی هم نداره و روز به روز هم انحطاط اون جامعه بیشتره. میگید آقا من امکانات ایجاد کردم، اینها کنار هم قرار گرفتن، به هم نزدیک شدن، پس چرا جامعه به صلاح نمیره، روز به روز داره فاسدتر میشه؟ چون اون بعد فطریه رو ندیدید. پس صرف این که دوتا جنس رو ما کنار هم قرار بدیم، اسمشو بگذاریم خانواده، رافع مشکلات ما نیست. ما زمانی به نتیجه مطلوب رسیدیم که اینها از حیث اون بند دومی که تو آیه میاد، یعنی مودتا و رحمت، کنار هم قرار گرفتن اینها از بابت تولید مودت و رحمت برای خودشون باشه، یعنی فطری چیده باشیم اینا رو کنار هم، نه غریزی نه طبیعی. و در نکته مهمترش هم اینه که از طریق مودت و رحمتی که بین اینها تولید میشه، مودت و رحمت اجتماعی رو بستش بدیم. ما میگیم توالد نسل و مسئله این که به تبع این که این زن و مرد با هم ازدواج میکنن ازدیاد نسل صورت میگیره، ما خروجی خانواده رو میگیریم مفهومی به نام این که نسلی بمونه از اینها و زاد و ولدی صورت بگیره و تکثیر نسلی صورت بگیره. اما هیچ وقت نمیگیم که از کنار هم قرار گرفتن اینها باز تولید مودت و رحمت بشه، چون معیار خانواده رو دو چیز گرفتیم. معیار خانواده رو اول گرفتیم ابعاد غریزی اینها و دوم متغیر رو گرفتیم این که فرزندانی داشته باشن و نسل استمرار پیدا کنه. چون این دوتا رو فقط مبنا قرار دادیم اما مقوله مهم مودت و رحمت رو ندیدیم، نتیجه طبیعیش اینه که طرحریزی استراتژیکمون اینجا مخدوشه و چنین جوامعی رو که در اروپا و آمریکا و جای دیگه رقم زدن، روز به روز انحطاطش بیشتر داره خودش رو
نشون میده. پس بعد مونوگامی یا پلیگامی بودن که در مطالعات خانواده امروز خیلی برجسته است و خیلی مورد توجه قرار میگیره، زیاد مد نظر ما نیست. ما ندیده نمیگیریم این بحث رو، اما چون مبنا رو در مهندسی و معماری مناسبات اجتماعی مسئله مودت و رحمت میگیریم، متغیر مورد نظرمون تولید و باز تولید رحمت و مودت که یک روزی بتوان کمی کرد و ارزیابی کرد. از نظر کمی همونطوری که GDP و GNP رو در اقتصاد بررسی میکنیم، درآمد خالص ملی، درآمد ناخالص ملی و نکات این چنینی رو، به مثابه محاسبه GNP و GDP و نکاتی از این دست بتوان ضریب مودت و رحمت رو هم محاسبه کرد و مشخص کرد از این حیث. لذا مونوگامی یا پلیگامی بودن اینجا مسئله فرعی است. تک همسری بودن یا چند همسری بودن یک مسئله فرعی است، چون صرفاً توجه شده به بعد غریزی، توجه نشده به بعد فطری، توجه نشده به رحمت و مودت، توجه شده صرفاً به اطواع شهوت. حالا اطواع شهوتی که با لوازم آرایشی، اونم در این حد افراطی، هر روز به روز بستش میدن، خب این که در واقع فروکش پیدا نمیکنه، هر روز به روز بهش دامن زده میشه. از این منظر یک مسیر معکوسی رو بشر داره میره، یک راه خطایی رو داره میره و طبیعی است که منتظر انحطاط تمدنی و انحطاط اخلاقیش هم باشه. پس یک مسئله مونوگامی و یعنی در سبک روابط جنسی آمریکایی و پلیگامی در سبک روابط جنسی ژاپنی. اسلام هم که روابط خاص خودش رو داره. در آیه 21 سوره روم از آیات خودش ببینید، اونجایی که اشاره کردم ما باید ایمان به خدا داشته باشیم، ایمان به غیب، ایمان به فرشتگان، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت. یکی از وجوه هفت‌گانه ایمان به آیات الهیه. آیات گفتم نشانه هاست دیگه که ما رو راهنمون میشه به اون در واقع گزاره اصلی. میفرماد و من آیاتهی، یکی از اون آیاتی که باید بهش انسان ایمان داشته باشه، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان که میاد میشه دکترین، فی ذلک در این آیات نشانه هایی است، در این نشانه است برای قومی که تفکر میکنن، که در اثر تفکر در این آیات در واقع برسن به حقیقت هستی، درک کنن و فهم کنن. پس یکی از آیاتی که ما باید به اون ایمان داشته باشیم، به اون در واقع اشراف داشته باشیم و درک خوبی داشته باشیم، اینه که چی شده که خدا خلق کرده از نفس خود ما زوج و زوجه‌ای رو، لتسکنوا الیها و جعل بینکم، و قرار داده بینشون مودة و رحمت. پس وقتی که بین یعنی دو تا زوج ازدواج، بین دو نفر ازدواج صورت نمیگیره و هنوز تشکیل خانواده ندادن، اون قید دوم جعل بینکم مودة و رحمت صورت نگرفت. خب خدا قرار نمیده دیگه وقتی که هنوز اینا با هم ازدواج نکردن. مودت و رحمت صورت نمیگیره. وقتی مودت و رحمت صورت نگرفت و تولید نشد، جامعه آرام آرام از این حیث تنک میشه، از این حیث در واقع ضعیف میشه. فقدان رحمت و فقدان مودت جامعه رو نابود میکنه. خب حالا در این آیات برای اهل تفکر گزاره ها و نشانه هایی است بسیار حائز اهمیت. ما سالهای آینده سالهای دشواری رو در پیش رو داریم. همونطوری که بررسی کردیم و در جلسات گذشته شاهد بودید، امکان و احتمال این که در دوره‌های آتی سن ازدواج تا 40 سالگی برسه در افق 1414 جدیه. همین الان ما به مرز 30 سالگی در ازدواج جوانامون نزدیک شدیم که فاجعه است. یعنی
یک خانم یا آقایی که امروز به 30 سالگی میرسه به طور طبیعی 10 سال از تولید مودت و رحمت دور بوده و در بهترین سالهای عمرش در واقع محروم بوده از این قضیه. این اشکال هم به خود بچه ها و دوستان برمیگرده، هم به خانواده ها برمیگرده و هم به جامعه برمیگرده و هم به حکومت. یعنی همه مقصرن، هیچ کس نمیتونه خودش رو کنار بکشه. افق خوبی نیست، افق روشنی نیست و جای نگرانی بسیار بالایی وجود داره و قطعاً تبعات چشمگیری رو خواهد داشت. اگر همینجوری جلو بره روز به روز این شکاف بیشتر میشه و خب نگران کننده است. حالا فرض کنید ما با رویکردهای دیگه در طراحی استراتژیک همه ابعاد و ارکان جامعه رو ساختیم، اصلاح کردیم، درست کردیم، اما این بند موند. اگر ما در افق 1414 واقعاً به مرز 40 سالگی در ازدواج برسیم، افراد مجرد تا 40 سالگی 35-6 سالگی مجرد بمونن، بعد ازدواج کنن، دیگه نشاط و شوری ندارن. سن 40 سالگی برای آقا یا خانم سنیه که باید کسی بیاد خواستگاری دختر و پسرشون. اینجوری که دیگه این که نشد مثلا سازوکار یه دانشجوی دختر و پسر 40 ساله داشتیم، رفته بودن کوچه برلن خرید کنن برای ازدواجشون، 42 سالشون بودن. بعد کت شلوار بحث میکردن، فروشنده گفته بود که آقای دامادو می آوردید. پس فکر کردم خجالت کشیدم بگن ما خودمون عروس دامادیم اومدیم. خیلی همچین بیریخته، یعنی مثلا ببینید آدم 42 ساله مثلا بره لباس عروسی بخره. نمیدونم مجردای بالای 30 سال کلاس رو از هفته دیگه پتو میاریم، جشن پتو براشون برگزار میکنیم، یه فصل کتک میزنیم بهشون، برکت نداره کلاس، بحثا جلو نمیره. بابت همین قضیه است که مجردها خلاصه میفرماد که فکر کنم از فکر میکنم بله از پیامبر هست، بله، جهنم آکنده از عذاب هاست. جانم بله یه بس هر دوش بهشون صدق میکنه. خب اجمالاً اگر قرار شد سیستم رو هم طراحی کنیم، اشاره کردم که در دکترین سیستم بهترین سازوکار برای اینکه یک جامعه رو نظم سیستمی بهش بدیم از خانواده است. خب حالا چون آشنایید با سازوکارهای سیستم، الان متوجه میشید که مشکلی که بحث میکردیم چی بود. گفتیم تعریف سیستم در نگاه غربیش اینه که وجود ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. کل رو گرفتیم، خانواده، ارتباط معنادار بین اجزا تعریف کردیم، این ارتباط معنادار بین اجزا که تعریف شد در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. حالا یک نکته اساسی، تعریف غربیا بود. آمدیم گفتیم این تعریف مخدوشه، میشه ارتباط معنادار تعریف کرد، این ارتباط معنادار هم شرعی نباشه که گفتم اون فاجعه‌ای که رخ داد در اتریش، پدر و دختری ارتباط داشتن، چند تا بچه هم به وجود اومده بود، بعد گرفتن محاکمه کردن. ببینید خانواده به وجود اومده دیگه، ارتباط معنادار شکل گرفته، مبتنی بر روابط غریزی. یعنی وقتی انحراف سیستمی به وجود میاد، سیستم ارزش گذاری نمیشه، جهت این ارتباط ها ارزش مثبت و منفی، خوب و بد، حسن و قبح، صدق و کذبش روشن نمیشه، حق و باطلش معلوم نمیشه، نتیجه طبیعی این خواهد بود که سیستم به وجود آوردید، اما این سیستم مودت و رحمت توش نیست، مناسبات غریزیه و مناسبات غریزی مناسبات فطری و حقیقی نیست، نتیجهش فاجعه است. خب گفتیم در رد اون تعریف سیستم در تئوری های سیستم ها در غرب، ما میگیم که به جای اینکه بگیم نظام میگیم نظم.
گفتیم نظم قرار دادن هر چیزی سر جای خودش. اینجا تعریف ما از سیستم برعکس شد. به جای اینکه ارتباط معنادار بین اجزا در یک کل رو تعریف کنیم، آمدیم هر چیزی رو در اون کل سر جای خودش گذاشتیم، شد نظم. حاصل نظم هست که این سازوکار رقم میخوره. حالا اگر آمدیم ارتباط معنادار تعریف کردیم، میان بین دو تا همجنس زن یا دو تا همجنس مرد ارتباط معنادار تعریف میکنن، میشه قوم سدوم. قرآن فریاد برمیاره، هشدار بهشون میده حضرت لوط که شما مردانتون به مردانتون و زنانتون به زنانتون مشغول شدن، طبیعی است که انحطاط به وجود میاد. تفکر سدومیان ها یا قوم لوط امروز وقتی توی غرب نهادینه شده و تو کلیساهاشون ازدواج زنان با هم دیگه یا ازدواج مردان با هم دیگه رو رقم میزنن، در واقع ارتباط معنادار دارن تعریف میکنن اینجا دیگه. این ارتباط رو هم طبیعی میگیرن. خیلی خوب، وقتی اومدن ارتباط معنادار تعریف کردن، چیزی به نام خانواده میگن شکل گرفته. الان قبول دارن در تفکر غربی که دیگه خانواده همجنس وجود داره. ولی در تعریفی که ما ارائه کردیم از در مقابل تئوری سیستم های غربی، تعریفی که ما ارائه کردیم گفتیم تعریف بومی ماست و تعریف اسلامیه، اینه که هر چیزی رو سر جای خودش بگذاریم، بعد ارتباط معنادار بین هر چیزی سر جای خودش بود ایجاد نظمی میکنه که اون نظم مورد نظر قرآن و اسلامه. اولا دو تا همجنس نمیتونن کنار هم قرار بگیرن تشکیل خانواده بدن. همجنس بازی مرد و زن مردود میشه چون سر جای خودشون نیستن. اون دو تا جنس مخالفی هم که کنار هم قرار میگیرن تشکیل خانواده میدن، مثلا نباید از محارم باشن و خیلی محدودیت‌های دیگه که وجود داره. به مر فطرت وقتی هر چیزی و هر کسی سر جای خودش قرار گرفت در مناسبات اجتماعی و خانواده، آنچه که رقم میخوره یک خانواده متعالیه. پس اگر قرار شد ما نظم سیستمی ایجاد کنیم و در اثر چینش سیستمی از جامعه تولید انضباط کنیم و انضباط بگیریم، اگر مبتنی باشه این چینش بر این که صرفاً ارتباط معنادار بین اجزا باشه، از روابط دوتا آدم این غلط چینش میشه. این بعد از 10,000 20,000 100,000 سیستمی که روی این لایه ها چیده شد اومد جلو، سیستم از پایه و اساس ویرانه. خوب دقت کنید، قرار شد از یکی از این گیتویا خارج بشیم، از یکی از این گیتویا بزنیم برسیم به اون قله. حالا توی این رویکردها و این گیتویا اومدیم از رویکرد خانواده شروع کردیم، از اینجا نظم تمدنی رو بچینیم بریم جلو. در این مناسبات و جامعه سازی اگر صرفاً تعریف اونا که ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل هست رو مبنا قرار بدیم، یا بیایم اون پدر و دختری که تو اتریش با هم دیگه خانواده تشکیل داده بودن، یا همجنس بازانی که تو انگلیس و فرانسه و آمریکا میرن توی کلیسا خطبهشون خونده میشه، عقد میکنن دیگه، به هم حلال میشن، اینها رو مثلا از دید اونا مبنا قرار بدیم، از دید کلیسای کاتولیک و پروتستان و انگلیکن و غیره، نتیجه طبیعیش میشه این ارتباط معناداری که تعریف شده خودش مخدوشه. نظمی که از این ارتباط معنادار بیاد بیرون، این نظم نیست، آنارشی و هرج و مرجه. حالا لایه های دیگه ای که به تبع این چینش میشه تو جامعه، مناسبات حمل و نقل، مناسبات مثلا برق، مناسبات تکنولوژی، مناسبات اینترنت، مناسبات سیاسی، مناسبات اونجا آقای کلینتون وقتی رئیس جمهور شد میاد میگه که چون همجنس بازا بهش رأی داده بودن 3 ماه بعد از ریاست جمهوریش تو راهپیمایی سراسری اونا شرکت کرد. رأی بهش دادن دیگه، چون رأی دادن وامدار اوناست، باید بیاد مثلا از حق و حقوقشون دفاع کنه. پس ببینید یک نظم غلطی که چون نظم غلط نداریم دیگه، بی‌نظمیه دیگه. وقتی اون نظم نیست، وقتی هر چیز سر جای خودش نبود، بی‌نظمیه، آنارشیه. این آنارشی شکل میگیره، این هرج و مرج جنسی شکل میگیره. از اونجا به بعد مناسبات تمدنی روی یک فونداسیون و زیرساخت غلطی داره چینش میشه که این بنا هر آن آماده فرو ریختنه. کما اینکه نمونه بارزش اون چیزیست که تو قوم سدوم در عصر حضرت لوط علیه السلام رخ داد. خب اونجا دعوتشون میکنه که فاتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو بورزید، منو اطاعت کنید. این فاتقوا الله و اطیعون امروز هم باید مطالبه بشه از بشر امروز. حالا راهش اینه که عدالت شکل بگیره. عدالت یعنی برتافتن این که هر چی سر جای خودش، بعد حق و نظم در اینجا میشه این که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم.
اینجا هیچ چیز سر جای خودش نیست. تو این مناسبات وقتی هیچ چیزی سر جای خودش نیست، حالا هی بیا تکنولوژی پیشرفته، مناسبات پیشرفته، ادعای دموکراسی، حقوق بشر، به فضا رفتن، تمام اینها متزلزله، پایه و بنیان غلطه. پس در رویکرد کلب مدار اساس نظم اجتماعی، اساس نظم جامعه و اساس عدل و حق و عدل و نظم از خانواده شروع میشه. اگر خانواده خوب چینش نشد، خوب آرایش نگرفت، اون نظمه به وجود نمیاد. ما وقتی سن ازدواج جامعه رو میبریم بالا، یعنی تعطیل میکنیم نظم رو، یعنی سیستم رو به تعویق میندازیم. میگیم سیستم معطل بمونه، فعلا مودت بمونه، رحمت بمونه، عدل بمونه، حق بمونه، نظم بمونه، همه بمونن تا ببینیم کی حالا این دانشجوی ما مثلا درسش تو دکترا تمام میشه. حالا کی پدر مادر اون به این نتیجه میرسن که مثلا خونه نمیدونم بالای تهران باید دامادشون، گاهی اوقات این دانشجوام این حرفا رو میزنن، من تلفن رو برمی‌دارم زنگ میزنم به این پدر مادر این خانوما، میگم که آقای فلانی شما موقعی که رفتی خواستگاری خودت خونه داشتی مثلا توی سعادت آباد؟ میگه خب نه زمان ما. میگم زمان ما یعنی چی؟ خب زمان شما ما ازدواج کردیم دیگه، زمان ما یعنی چی؟ این برخورد بد پدر مادرها، برخورد خود آقایون و خانوم‌ها، برخورد بد جامعه، برخورد بد دستگاه‌های رسمی حکومتی و غیره، اینا تبعات داره. تبعاتش نابودی مناسبات اجتماعیه، یه چیز شوخی نیست. تعطیل کردیم، یعنی وقتی ما خانواده رو اینجوری تعطیل میکنیم، در واقع مودت رو تعطیل میکنیم، رحمت رو تعطیل میکنیم، به تعویق میندازیم، عدل و حق و نظم رو به تعویق میندازیم. نظم عدل برتافتن این که هر چیزی سر جای خودش، نظم قرار دادن هر چیزی سر جای خودشه و حاصل این قرار دادن هر چیزی سر جای خودش نظام به وجود میاد و خروجیش میشه اون حسن. وقتی ما این رو معطل کردیم، طبیعی است که مناسبات اجتماعی مخدوش میشه. حالا اون هویت سیستمی دیگه براتون معنی داره. در بحث هویت سیستمی اگه خاطرتون باشه 3 دسته خانواده قبیله‌ای، هسته‌ای و تک‌والدینی رو مطالعه کردیم. این 3 دسته خانواده الان داره در مطالعات خانواده مورد ارزیابی جدی قرار میگیره. خانواده قبیله‌ای خانواده است که حجم زیادی افراد، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگی است که تعدادی دختر و پسر دارن، تعدادی نوه و نبیره و نتیجه یه خانواده گسترده که عمدتاً در مناطق روستایی بوده. خانواده هسته‌ای همین خانواده رایج امروزی ما هست، پدر و مادری با 1-2 تا بچه توی آپارتمان 40-50 متری. خانواده تک والدینی خانواده است که تو منطقه 3 شهرداری تهران خیلی جدیه، محدوده میرداماد، ظفر و آفریقا، الهیه تا این مقداری میره بالاتر. خانواده تک والدینی تو اون منطقه در تهران خیلی شکل گرفته. این دست خانواده است که یه پدر یا یک مادر با یه بچهش زندگی میکنه، تک والدینی، یه بچه 2 بچه. خب از حیث زندگی همونطوری که دیدیم خانواده قبیله‌ای غلظت محبتش بالاست. یعنی وقتی یه بچه‌ای بود که خاله داشت، 2 تا 3 تا خاله داره، خاله ها هی براش کادو میخرن، بهش محبت میکنن. 2 تا 3 تا عمه داره، 2 تا 3 تا دایی داره، 2 تا 3 تا عمو داره. عمه و خاله و عمو و دایی به اون بچه محبت میکنن. این حجم عظیم محبتی که صورت میگیره، غلظت محبت اونجا بالاست. اون مودت و رحمت رو نگاه کنید، حالا داره خروجیاش خودشو نشون میده. در خانواده هسته‌ای این غلظت کمه. اولا حیات که ندارن، یا آپارتمان بچه جرئت نمیکنه بدوه، باید بهش بگی ندو، چون پایینیا نمیدونم استراحت میکنن، بالایی‌ها خوابن، این ور اون ور. بس بچه بیچاره که زندانیه، کسی هم بهش محبت نمیکنه، فقط میشونیمش جلو کامپیوتر. این بیچاره باید صبح تا شب فقط بازی کامپیوتری ببینه. وقتی به خانواده تک والدینی میرسیم که فاجعه از اینم بالاتره، یکی از والدین هست که محبت کنه. حالا وقتی شما بافت جامعه رو نگاه میکنید، بافت جامعه خانوادگی، اونجایی که خانواده قبیله‌ایه گره ها درشته، خیلی سنگین و حجیمه. اما وقتی به خانواده تک والدینی میرسید گره ها ریزه، تعداد خانواده خیلی زیاده اما در واقع تونکه. مثلا شما ببینید وقتی یه خانواده‌ای دارید که نشون میده تلویزیون، یه پیرمرد 100 ساله‌ای 90 نفر نوه و نبیره و نتیجهشه،
اون خانوادهش 90 نفره، اما یه خانواده هم دارید که 2 نفرن، یه مادری است با بچهش داره زندگی میکنه، پدری با بچهش زندگی میکنه. اینجا تعداد خانواده توی سطح خرد یکیه، ولی اونجا تعداد خانواده بسیار بسیار زیاده. یعنی یه پدر بزرگ مادر بزرگی ذیل خودش تو اون هرم تعداد خانواده تا پایین چینش شده. پس بافت جامعه شکننده تره در اون صورت. اما نکته بعدی مسئله پنجره عمره که پنجره عمر در طرحریزی استراتژیک از این حیث جدی گرفته میشه که این رو هم مبسوط اشاره کردیم. و بعد از مسئله پنجره عمر که در نظام طرحریزی استراتژیک بسیار بسیار حائز اهمیته، نکته مهم بعدی هم موضوع جامعه رحمی بود. انواع تقسیمات رو برای طرحریزی جامعه داشتیم اگه خاطرتون باشه. یکی از مهمتریناش جامعه رحمی بود. همه این آدمایی که الان میبینید، این 72 میلیون ایرانی که الان میبینید، اینها از رحم مادرانشون در واقع برخاستن. در واقع آدمهای مثلا یعنی 4 لایه مادرانی که وجود دارن، مادران نسل اول، الان خانم‌های بسیار سال خورده جامعه ما مادران نسل در واقع سوم رو رقم زدن، نسل اول رو. فرزندان اونا که نسل اولیا بودن، به خصوص دختران اون نسل، مادرانی هستن که نسل دوم رو و نسل دومی ها نسل سومی ها رو. این لایه بندی در واقع در فامیلی سوسایتی ما تونستیم چارچوبی رو بتونیم رقم بزنیم که این به صورت خوشه‌ای بست پیدا کنه. اما وقتی خانواده به تک والدینی شدن رسید و سن ازدواج رفت بالا، این دیگه شکل هرم پیدا نمیکنه، کاملا ستونی و میله‌ای میشه و به سمت پایین در واقع اون قوس جامعه هرمی از حالت جامعه رحمی از حالت قوس تبدیل به یک ستون و یک دیواره نازک میشه و میریزه. الان مشکلی که کره جنوبی داره، ژاپن داره، دانمارک داره، سوئد داره، فنلاند داره، کشورهای این چنینی دارن، بابت اینه که نتونستن جامعه هنجاری رحمی رو شکل بدن و نظم بدن. طبیعتاً خروجی چنین سازوکاری مفاهیمی مثل وزارت خانواده و غیره خواهد بود که خاطرتون هست مبسوط بهش پرداختیم و ارزیابی کردیم. من بحث رو از این جهت از این حیث جمع میکنم که مسئله سبک زندگی یک جزءش میشه سبک روابط جنسی. پس لایف استایل و سبک زندگی رو طراحی کردن یه جزء اصلیش طراحی سبک روابط جنس هاست، نه روابط جنسی. در روابط جنس ها چه مونوگامی باشه چه پولیگامی، آنچه که اهمیت داره باز تولید رحمت و مودت و قید لتسکونه در آیه 21 سوره روم. برای این منظور مهمترین سازوکاری که اهمیت داره اینه که جامعه نیاز خودش و تشنگی خودش به رحمت و مودت رو تبیین و باز تولید کنه. و یکی از مشکلات اجتماعی امروز بشر عموماً و جامعه ما خصوصاً اینه که داریم از حیث تولید مودت و رحمت جا میمونیم و کمبود داریم، کاهش داریم. توجه به جامعه سازی در این رویکرد جامعه سازی رحمیه. انگاره استراتژیک عرض کردم که در اینجا همون روایتی است که پیامبر فرمودن، صله رحم. صله رحم متغیر اصلی جامعه رحمیه. اهمیت صله رحم از این حیث هست که یعنی اون تأکیدی که روی صله رحم شده و اینکه کسانی که مناسبات خونی دارن، افرادی که از یک طیف فامیلی هستن، برن سر بزنن به هم دیگه و صله رحم به جا بیارن، بست همون مودت و رحمته. اون مودت و رحمتی که عرض کردم یه جزء اصلیش توی اون بخش صله رحمه. پس متغیر اساسی طرحریزی استراتژیک در جامعه رحمی روایتی است که حضرت فرمودن در بحث صله رحم و اون حرف اصلی رو میزنه. ما در رویکرد کلبه مدار چون اینو مبسوط بهش پرداختیم دیگه من اشاره نمی کنم، این بحثم فقط بحث توصیفی بود، بحث تفصیلی نبود و چون قبلا کاملا این رو اشاره کردیم جمع کردم بحث رو از این حیث که مناسبات طرحریزی استراتژیک
حالا که دیگه سیستم ها رو میدونیم، حالا که ابعاد انسان شناسی و اجتماع مدار رو میدونیم، یکی از قوی ترین رویه ها برای طراحی استراتژی کلبه مداریه و خانواده سازیه. اتفاقا یکی از نقاطیه که توانایی ما و توانایی اسلام در بازتولید در واقع اجتماع از حیث خانواده بسیار بالاست و یکی از مواردی که فقر وحشتناکی رو مدرنیستا دارن. تفکر مدرن به اینجا که میرسه کاملا پاهاش میلنگه و کم میاره. از این جهت در رویکرد کلبه مدار در طراحی استراتژیک آنچه که دغدغه مطالعات خانواده نامیده میشه و در حوزه علوم اجتماعی هم بحث‌های جدی در موردش مطرحه، نگرانی‌های آینده تمدنیه و این نگرانی‌ها از چین پر جمعیت هست تا در واقع سایر جوامع. این رویکرد همونطوری که اشاره کردم با نگاه قرآنی منشأ مودت و رحمت و به اصطلاح سکینت رو برمیتابه و لذا بسیار عاطفی، بسیار رویکرد زیبایی است، بسیار رویکرد خداپسندانه و خوبی است و فکر میکنم یکی از معدود رویکردهاییه که ما باید خیلی بهش توجه کنیم در طراحی استراتژیک. یعنی بسیار از استراتژیستای ما فکر کنن اگر رفتن وزارتخونه سازمانی جایی رو طراحی کنن، نگاه کنن ببینن خانواده تو اون وزارتخونه چجوریه. خواستن یه جامعه رو طراحی کنن، ببینن اون جامعه نسبتش با خانواده چجوریه و در مورد اطراف و اکناف خودشون هم توجه به این موضوع رو بربتابن. رویکرد کلبه مدار یکی از رویکردهای کلیدی در آینده در طراحی استراتژیک در جهان هست و به دلیل تجربه و عمقی که اسلام به این موضوع داره و احادیث و روایات متعدد و آیات زیادی که مقوم این مسئله هست، یکی از رویکردهایی است که به سرعت در محیط جمهوری اسلامی میتونه بومی بشه و در حوزه تولید علم یکی از روش‌ها در طراحی استراتژیک هست که قابلیت تکثیر در سطح جهان داره و به سرعت میشه از اون بهره گیری کرد. امیدوارم خدا توفیق بده در مسیر اصلاح زندگی خودمون و زندگی بشریت جامعه رحمی جهانی رو به گونه‌ای بتونیم رقم بزنیم که روز به روز باز تولید مودت و رحمت بین همه انسان‌ها در پهنه کره زمین روز به روز بیشتر صورت بگیره. ان شاء الله و السلام.